درود همگی. توی این ویدیو از کانال کریپکت تاپ میخوایم 5 تا از عجیبترین روش هایی که تا حالا واسه پول درآوردن استفاده شده رو بهتون بگیم. شماره 1، مردی که واسه پول شرط بندی کرد، اونم سر سینه کاشتن. برانزنبیک یک قمارباز آمریکایی است که به خاطر اقدام عجیبش مشهور شده. البته این داستان به سال 1996 برمیگرده، زمانی که دوستاش چون فکر میکردن قبول نمیکنه به شوخی بهش گفتن که اگه بره مثل زنها ایمپلنت سینه انجام بده بهش $100,000 پول میدن و در کمال تعجب برانزنبیک قبول کرد. یعنی عمل رو انجام داد، پول رو هم گرفت. اما عجیبتر این که بعد از تموم شدن این داستان تصمیم گرفت ایمپلنت ها رو نگه داره و گفت که بخشی از هویتش شده، که باز همین هم کلی جنجال رسانه‌ای به پا کرد و بیشتر از قبل باعث معروفیتش شد. خب قبل از اینکه بریم سراغ شماره 2، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و اگه اون زنگوله کنارش هم بزنید که عالی میشه. شماره 2، شغل بغل‌کنای حرفه‌ای. این شغل توسط شخصی به اسم سامانتا هس بنیانگذاری شد. ایشون با کسب و کار کادل آپتومی یا مرا در آغوش بگیر شروع کرد به خدمات دادن به افرادی که حالا یا ناراحتن یا کمبود عاطفه دارن یا به هر دلیلی نیاز به آروم شدن دارن. میاد اینا رو در آغوش میگیره، البته به صورت کاملا غیر جنسی، و اونا رو آرومشون میکنه. البته ایشون از سال 2022 این شغل رو کنار گذاشته، دیگه مشخصه بارشو بسته و الان اشخاص دیگه این شغل رو ادامه میدن و کسایی که توی این شغل هستن حتی تا ساعتی $150 هم درآمدشون میرسه. شماره 3، اسکات اسکرلاک، یکی از سارقان حرفه‌ای بانک در دهه 90 میلادی، که البته شاید بانک زدن در نگاه اول راه عجیبی برای پول درآوردن به نظر نرسه، ولی چیزی که این شخص رو متمایز میکنه اینه که ایشون توی هر سرقت از گریم و لباس‌های مختلف استفاده میکرد و کلا توی هر عملیات سرقت یک تیپ و قیافه جدید واسه خودش میساخت که باعث شد هیچ وقت از روی ظاهر توسط پلیس شناسایی نشه و در نهایت با توجه به مقدار پولهایی که بعد از هر عملیات خرج میکرد شناسایی شد. شماره 4، استیون رودستاین. توی نگاه اول این شخص مستقیما پولی به جیب نزده، اما از سمتی برای خودش صرفه‌جویی بزرگ کرده و برای یک شرکت هواپیمایی $20 میلیون زیان به جا گذاشته. این شخص توی سال 1987 به یک شرکت هواپیمایی آمریکایی گفت که یک بلیت پرواز مادام العمر میخواد، که واسه این بلیت هم بیش از $200,000 پول داد و سالهای زیادی با این بلیت مسافت‌های طولانی رو پرواز کرد تا سال 2008 که شرکت هواپیمایی دید این شخص تا اون زمان $20 میلیون هزینه براش به جا گذاشته و این بلیت رو باطل کرد، که البته منجر به شکل گیری یک دعوا هم بین اینها شد که در نهایت دادگاه به نفع شرکت هواپیمایی رأی داد. شماره 5، مشهور شدن و پول درآوردن از شهرت به بهای داشتن بزرگترین لب‌ها. آندریا ایوانووا، دختر ساکن بلغارستان که بهای شهرت خودش رو با بزرگ کردن لب‌هاش، اونم به این شکل که می‌بینید، پرداخته. نکته عجیب این که گفته هنوزم به سایز دلخواهش نرسیده. دیگه خودتون ببینید این لب‌های در حال انفجار اصلا جا واسه تزریق داره یا نه. البته ناگفته نمونه که لب‌های این خانم 1/3 صورتش رو اشغال کرده و امور روزمره مثل غذا خوردن رو هم واسش سخت کرده و در شبکه‌های اجتماعی بیشتر نظرات منفی گرفته تا مثبت، اما در هر صورت اسم در کرده و به چیزی که می‌خواست رسیده. خب این ویدیو همینجا